جانب علیاصغر غلامی فرزند محمد متولد شده در روستای کسرینه که قبلا دست شاهون بوده در چیز و در 600 سال قبل طبق تحقیقاتی که کردم ترشیز کاشمر پایین ده پای چنار و معروف و ترشیز بوده. بنده در سال 5/2/1131 در خانواده روستایی متولد شدم که 3 خواهر و 6 برادر بودیم و پدر عزیزم کشاورز و تاجر و مغازه فروش و عمده فروش سوپر و خدمتتون عرض کنم کالاهای خوراکی مردمی داشتم. بنده تا از اول ابتدایی از سال 1137 یا 38 وارد مدرسه دکتر خوشبین آل فرمان که خدمتتون عرض کنم که دکتر خوشبین یکی از کسانی بود که از بالاها خدمتتون عرض کنم که تمام قنات کسرینه مالک ایشان بود و دل ده شاهان بود تقریبا. پدر من مرحوم کربلای محمد غلامی فرزند محمد میرزا محمد غلامی سالار حاج آقای صمیمی بود و ما که در کودکی بازی و از سن 7 سالگی در مدرسه آل فرمان دکتر خوشبین تا 6م ابتدایی رفتیم و مدرک 6م ابتدایی گرفتیم در سال 43. در اون زمان مرحوم آقای مقدسی بود، روحانی بود، خیلی مقید بود، خیلی منبری واقعا عالی بود. بعد ایشون میگفت مدرسه زمان شاه نرید و ما دیگه نرفتیم. زمان تحصیلات بها بهش نمیدادن. ما که 6م گرفتیم مثل فوق لیسانس حالا هست، یعنی با اول اکابر در یادی خودم هست که بودم اونجا و می آمدن یک ماه مدرک اکابر می گرفتن و می رفتن تو آموزش پرورش معلم در می آمدن. و از سال 1144 خدمتتون عرض کنم در روستا کمک پدرم می کردم مغازه‌داری سوپر، خاربار فروشی و کشاورزی و امثال. و از سال 45 وارد کاشمر شدم و مرحوم حاج غلامزا برادرم از سال 40 آمد به کاشمر و ما سال 45 آمدیم به کاشمر و وارد کاری فنی شدیم و از سال 46 با هم شروع به کار کردیم در مغازه آقای ایران‌نژاد. چند سال با هم بودیم، باز جدا شدیم، مدتی در سازی، مدتی در مدیر عاملی یک کارخانه بودیم و مدتی هم از سال 1149 با برادرم آرقانوزا مغازه باز کردیم، مغازه موتورسیکلت در خیابان مدرس رو بود کوچه علوی سابق، این مدرس 17 خیلی. بعد مشغول به کار شدیم تا سال 52. سال 52 هم که سال 50 آرقانوزا و مرحوم آرقانوزا ما خدمت ازدواج کرد و ما سال 52 از برادرم جدا شدم و رفتم به خیابون قائم مغازه باز کردم و مشغول به کار و فعالیت شبارزی. اون زمان کار زیاد بود، طوری بود که من در ماهی که 1 ماه بود 4 شب تا صبح کمکی میگرفتم. 2-3 نفر مثل اکبر غفاری، محمود خدمتگزار، علی اکبرمان و بچه‌ها رو میگرفتم که کارهامو ردیف میکرد. از بس موتور بازکله داشتیم و کارم شلوغ بود. و در سال 54 24/8/54 11 ذوالقعده شب تولد حضرت امام رضا علیه السلام ازدواج کردم با خانواده که ایشون همکار خودمون بود، مرحوم حاج حسین نیکفر که در خیابون قائم بود. و بعد ایشون مدتی می آمد به کوچه ما با موتور سوزوکی، موتور قدیمی می آمد به خانه حاج آقا علوی. من تعجب میکردم که حاج آقا اینجا به چی کار میاد؟ وقتی خدا میخواد و قسمت بشه، بعد دیگه خدمتتون عرض کنم که ایشون با جناب حاج آقای علوی با پدر خانم من با جناب بودن و دیگه قسمت این شد که در
8/54 با صدیق خانم نیکفر ازدواج کردم و خدمتتونش که در خیابون قائمم مشغول به کار فنی، موتورسیکلت، کارهای فنی اشتغال داشتم تا اول سال 56. سال 56 هم که اعلامیه امام از نجف صادر می شد، یک مقدار بیدار شدیم و بعد بزرگ تاج در صحنه انقلاب ما رو جذب کرد و در سال 50 ناگفته نماند که حاج محمد خضری که سفیر ایران در سازمان ملل نماینده ایران هست، ایشون شبای شنبه با آقای جالینوس و محمد کاشمری و برادر ایشون و جمعی از کاشمری ها می بردیم شب شنبه مسائل تبلیغاتی و در اصل موضوع با بهاییت بود، ولی کلاس سخنرانی داشتیم، خانه های حاجی صمیمی، خانه کلبل اکبر، هیئت حسینی و بیشتر در خانه قدیمی که صاحب نداشت اونجا می رفتیم مزاحمت بری دیگران نداشت. و بعد خدمتتون عرض کنم که سال 56 که دیگه آتش سوزی ها شروع شد، انقلاب شروع شد، اعلامیه امام از پاریس از فرانسه می آمد، ما جذب انقلاب شدم. با علی اکبرمان که در 46 متری کار میکردیم، در اول جمهوری اسلامی کار میکردیم، مثل هر که برق گرفته باشد، من دیگه حواسم به طرف انقلاب شکومند اسلامی جذب شده بود. دیگه رفتم به طرف انقلاب و علی اکبر گفتم علی اکبر تو در مغازه باش و بعد خدمتتون است که من میرم دیگه، حواسم به طرف انقلاب است. در سال 56 هم که قبل از اینکه شروع به این کارا بکنم بنایی کردیم، خانه موقر ساختیم که در خیابان مدرس الان موجود است، در همون خانه الان می نشینیم. خانه رو درست کردم خودم و فعالیت زیادی کردم تا خانه درست شد. الحمدلله خانه رو گشت کردیم و تمیز و مرتب و آماده کردیم، بچه‌ها رو آوردیم و بعد شروع به مبارزات کردیم. دیگه کم کم انقلابات شروع شد. سینما رکس آبادان اولی خبری که رسید، سینما رکس آبادان آتش زدن، بچه جامعه کرمان آتش زدن، تبریز کشتار شد. در فیضیان در روز دوم محرم مصادف با روز شهادت امام جعفر صادق بود، ساواک ریختن و بعد از بالا و پایین و طبقه‌های بالا طلبه‌های معصوم از بالا پرت کردن انداختن پایین، دست و پا شکستن، جراحات زخمی کردن، درخت‌ها رو شکستن، خیلی متینگ آنچنانی دادن. امام با شورگداز آمدن به فیضیه و نیم ساعت بیشتر نه، فقط نیم ساعت سخنرانی کردن در رابطه با قانون کاپیتالیسیون و قبل از عید، قبل از اول فروردین امام در فیضیه سخنرانی کردن و فرمودن که ما امسال عید نداریم در برد اسفند ماه، برای ما عیدی نگذاشتن و ما امسال را عید نداریم. نه اینکه به خاطر که شهادت امام جعفر صادق از شخصیت امام جعفر صادق، امام فرمودن بالاتر از این مسائل هست، ولی در این حال ما امسال عیدی برای ما باقی نگذاشتن به خاطر این قانون کاپیتالیسیون ایالتی و ولایتی که خدمتتون عرض کنم که اگر در ایران یک آشپز آمریکایی یک سردار سپهبد ایرانی رو زیر ماشین می آورد میکشت، حق محاکمه ای رو نداشتن. در مجلس اینطوری کنده بودن. بعد خدمتتون عرض کنم امام فریاد کشیدن که حوزه های علمی های قم، نجف، کربلا، کاظمین، اصفهان، تبریز، تهران، مشهد خواب از چشمم رفته و قلبم در فشار است، به داد اسلام برسید که اسلام از دست رفت. دیگه مردم حرکت کردن. قبل از این مقدمه که وارد بشم، بعد نیست که پله بالا برم. در سال 1104 بود که شمسی رضاخان روی کار آمد و اولی کاری که کرد وقتی که کرسی ها رو با قدرت گرفت، مرحوم مدرس طبیل خواف کرد، تیمورتاج را کشت و عده زیادی از دوستانش را به شهادت رساند، تا اینکه آیت الله فضل الله نوری را به شهادت رساندن. از طرف روسیه پیام دادن یا بیدق
روز در بالا سر خانه بزنی یا اینکه بالاخره اعدام باید بشی. بعد آیت الله فضلالله نوری رحمت الله علیه فرمودن که من ریشم محسنم در راه مدرسه علمیه و امام صادق سفید کردم و چطور حالا بگیم پرچم کمونیست مثلا بالا سر خانم بزنم. بالاخره در میدون توپخانه تهران اعدامش کردن. بعد از اون در سال 1320 دیگه رضاخان که سقوط کرد، آیت الله کاشانی مبارزاتی که از عراق آمد با اینکه یک انقلاب عظیمی در عراق برپا کرد، با پای پیاده شبانه از راه کرمانشاه وارد ایران شد و 2 سال ایشون دستگیر کردن و تبعید به هندوستان شد. بعد خدمتتون عرض کنم که از هندوستان که آمد مبارزات سیاسی این مجاهد نسو شروع کرد با دکتر مصدق که نخست وزیرش بود و فدایان اسلام. اولین کاری که کردن فدایان اسلام کسروی اجیر شاه را ترور کردن، نفت ملی شد. آیت الله کاشانی مرتب پیام میداد که اگر نفت ملی نشود خودم کفن میپوشم پیشاپوش ملت در میدون بهارستان حرکت خواهم کرد و بعد به حضور صاحب تظاهرات میدیم باید نفت ملی بشه، نفت مال ایران هست و انگلیسی ها باید برن از ایران. الحمدلله با مقاومت سرسختانه که آیت الله کاشانی کرد نفت ملی شد و چنگال انگلیس ها بیرون آمد و مدتی گذشت آیت الله بروجردی مرجعیت کل جهان برده گرفت، سید حسین بروجردی. بعد ایشون زنده بود تا سال 1140 در 10 فروردین 1140 رحلت کرد. آیت الله کاشانی هم در 23 اسفند 1340 ایشون هم رحلت کرد. یعنی مدتی بود که مدت‌ها بود که دور خانه آیت الله کاشانی و آیت الله مصدق دکتر مصدق را محاصره کردن و بینشون جدایی انداختن، تفرقه انداختن و اینها را خانه نشین کردن و بعدم در خانه‌شان از دنیا رفتن. بعد از اینکه آیت الله کاشانی از دنیا رفت، حوزه علمیه نشستن و بروجردی حوزه علمیه نشستن. 2 تا مرجع تقلید تعیین کرد حوزه علمیه، یکی حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه که بر بدن امام نماز خوند و از دوستان و همکلاسای امام بود، یکی هم آیت الله شریعت مداری ترک تبریزی که بعد از مدت‌ها آیت الله گلپایگانی که واقعا چهره درخشان امام زمانواری، واقعا پیرو خط ولایت و امامت بود، در خط محض اسلام ناب محمدی. و آیت الله شریعت مداری هم شیطان گولش زد، حزب خلق مسلمان تشکیل داد و بعد این سازمان فدایان خلق اقلیت اکثریت در بیتش رسوخ کردن و بعد از مدتی با چوب شماغ در آمدن که برن به طرف بیت امام و بعد خدمتتون عرض کردم امام از توطئه آگاه بود، بارها تذکر میداد که توطئه خطرناکی از قوم میخواد حرکت کنه و خدایا پناه به ذات پاک تو میبرد، خدایا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اون روز که توطئه شروع شد در قوم، امام دستور و فتوا دادن که همه برن تو خانه ها و در خانه هاشون قرص محکم ببندن. دیگه الحمدلله رهبری آگاه امام و شجاع امام بعد از اینکه خدمتتون عرض کردم امام 4 ماه در 6 ماه در ترکیه تبعید بود، 14 سال حدود 15 سال در سامرا و نجف بود، بعد از اون نافل شاتو بود فرانسه تبعید بود، در 12 بهمن 57 وارد ایران شد که حدود 10 میلیون نفر جمعیت پشت سر امام در فرودگاه میرآباد تهران به استقبال امام رفته بودند و برای استقبال امام آمد و اولین کاری که کرد امام وارد بهشت زهرای تهران شد، کنار شهدای 15 خرداد که همین ایام امروز که من نشستم و مصاحبه میکنم به نام 13 خرداد سال 1388 هست، سال روزی است که امام از دنیا رفت
و رحلت کرد و بدن مطهر امام در مصلای بزرگ تهران در یک تابوت شیشه‌ای گذاشته بودن در بلندی و پنکه یا کولر یا وسیله سردکنی بود که بعد بدن مطهر زیارت کنند. و روز 14 هم خدمتتون عرض کنم نشستن رهبر مجلس الخبرگان نشستن رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر انقلاب تعیین کردند و من اینجا بگم که از سال 21/3/67 ضمنی که مطالعه زیادی داشتم و خدمتتون عرض کنم که مدتی از اول انقلاب از سال 57 تو کمیته فرامین انقلاب، کمیته سپاه جهاد، سپاه پاسداران، نماینده سپاه در جهاد و شورای حل اختلافات بودم. بعد اونجا خدمتتون عرض کردم که حضرت امام آمدن و 22 بهمن پیروز شد و در 2/2 ما که در سپاه بودیم 3 نفر از تهران آمدن و سپاه را کمیته را تبدیل به سپاه کردن و ثبتی شد و ما به عنوان پاسدار رسمی انتخاب شدیم و یک دوره بود عقیدتی، سیاسی، نظامی. بعد 45 روز در لشکر 77 خراسان خیلی دوره فشرده سختی بود. در 40 روز شاید 3 ساعت بیشتر خواب استراحت نداشتیم و همش آموزش، امدادگری، کمک‌های اولیه، درس‌های با سلاح‌سازی، با اسلحه‌سازی، با آموزش نظامی، عقیدتی، سیاسی، این 45 روز و جهاد سازندگی. و اردو ما را بردن ما را به منطقه سرخس 48 ساعت اون منطقه بردیم. یک دشت عظیمی بود، مالک بود، دیمه کاشته بود، اینا همه رو درو کردیم و این اردو ما بود و با ماشین زیر ارتشی روسی رفتیم و بعد از اردو آمدیم باز به لشکر 77 خراسان از بوت 7 لشکر 77 خراسان مدتی نماینده از طرف سپاه شورای حل اختلافات بودم و بعد دیگه از سپاه چون پدرم میرفتن دیده بی‌انصافی ها سمپاشی میکردن که سپاه خطرناک هست، اسلحه با اسلحه جسه دیدیم، با یوزی دیدیم، علا کرده فلان مهمدان. از بس میرفتن پیش برادر، خواهر، پدر، مادر، اینا وزوز میکردن و این سمپاشی میکردن. من به احترام پدر و مادرم دیگه از سپاه در آمدم. از سپاه که در آمدم از سپاه سفارش کردن، خدا رحمت کنم محمود سویجانی که از دوستانی که با هم کار میکردیم، خدا رحمت کنم محمود ایزدی، خلیل نیازمند، اینا از فرماندهان ما بودن، فلاح هاشمیان و خیلی ها، نصرتی، مهجورها. بعد خدمتتون عرض کردم که گفتن اصغر تو باید در کار در بازار کمک دست ما باشی، داد ما برسه، کمک کنه. ما رو به عنوان مسئول اتحادیه بازار ما رو دادن و 4 سال تمام رایگان مسئول اتحادیه بودم و ضمنی که مسئول اتحادیه بودم یک ماشین وانت گرفتم، تلفن گرفتم و خاربارهایی که می آمد سرمیه ما را جداگانه می گرفتم و بین بازاری ها توزیع میکردم. بعد در سال 62 بعد از سال 62 به عنوان نماینده فرمانداری ما معرفی شدیم به میدون راه آهن. 9 نفر سامدار بودن که یکی از اینا خیلی پاراسیت میداد که علی اصغر سامدار نیست و علا نیست و بلا نیست و چرانده و فلان مبدان. بعد داخل گفتم بابا من نماینده فرماندار هستم، نماینده فرمانداری هستم و آمدم در سیمینار شما شرکت کنم. درم داخل چیزی آقای مزاری، محمد مزاری مقدمی بود که مرتب پاراسیت میداد. میگفت که این سامدار نیست و به بچه های کمیته میگفت. من بچه های کمیته شرکت میکردن. بعد داخل برگ ماموریت و کارت نشون دادن، ما رو بردن صندلی جلو نشوندن و خیلی با آب و تاب دیگه اینا نفس نکشیدن. دیگه رفتیم و حاج محمد مزاری و چند تا از بچه ها و همکارامون ما گفته بود که از بچه ها گفته بودن گفته بود اصغر آمد و تمام جلوی دزدگری ها ما رو میگیره دیگه.
هر کار کردیم دیگه تا حالا کردیم دیگه، بعد از این دیگه مهار بودن دیگه به خیر و خوشی و سلامتی از مشهد مقدس بعد از سمینار و زیارت آمدیم. وقتی که آمدیم خدمت شرکت تهیه و توزیع موتورسیکلت دوچرخه و موتورسیکلت و قطعات تشکیل دادم و بنده چون در مسئولیت در اتحادیه داشتم به عنوان هیئت مدیره و مرحوم برادرم حاج قلمزار که داداش و ارشدم بود به عنوان رئیس شرکت انتخاب کردیم و بعد انتخابات رایج شد تا حدود نزدیک 4 سال تمام این موضوع به پایان رسوندم. بعد در بین اینا واقعا خسته شدم از بس من اذیت و آزار می‌کردن. شهرداری 4 تا واحد آورده بود، ثبت نام کردم و بعد حضورتون عرض شد که یکی از این منویسا به نام من صلت زدن که در گاف صندوق من موجود هست و او زمان عباس عرب شهردار کاشمر بود و خیلی خوشحال شده بود که من این مسئولیت قبول کردم. بعد آقای عربی گفت آقای غلامی ما خیلی خوشحال شدیم که شما وارد این صحنه شدین و هر 4 مینویس در اختیارت میذاریم و خدمتتون عرض کنم که واقعا دیگه خیال ما راحت هست. ولی متاسفانه اسدالله علی محمدی این مسلمان‌های احمق نفهم آمدن دور ما رو گرفتن که تو اگه این صنف ول کنی این شغل ول کنی این سرمایه‌داران ما رو میبرن. ما هم تحت تاثیر قرار گرفتیم. چند روز قبل هم دعوا کرده بودن، این مقدار کاریش کرده بودن، تحت تاثیر قرار گرفتیم و بعدم بزرگ تا از واگذاریش نوشتم برای آقای رجبپور. بعد یکی از گلچین هست خدمتتون هست که مال شهرداری، یکی از کارمندان شهرداری گفت آقای غلامی چه کار منید تو معلوم هست فردا ما 200,000 برای تو امتیاز دارم میگیرم. بعد من گفتم که من در جمعی عمرم اینجور پولا نخوردم و نه خواهم خورد و واگذاریش نوشتم خدا شاید بدون یک قره و تقدیم ایشون کردم مینویسه و بعد من از خیرش گذاشتم. 3-4 قطعه زمین به نام بنده حقیر زدن، یکی 46 متری، یکی بنیاد مسکن، یکی خدمتتون عرض کنم خیابون اطراف میدون بار. اینا 4-5 زمین به نام بنده زدن ولی بنده قبول نکردم. گفتم آرم سپاه رو سینم هست و من در مقابل شهدا مسئول هستم. دیگه خدمتتون عرض کنم در سپاه بودم، دوره با آموزش‌های فتح و فراوانی که لازم بود دیده بودم و به عنوان یک پاسدار ویژه تامل اختیار در سپاه بودم و بعد وجود هفته یک روز نماینده سپاه در جهاد بودم و خدمتتون میرفتیم روستای دوردست مثل کاسب و مثل روستای کوسرخ، روستای خیلی اوندر و توندر، روستای خیلی مکی و اینا میرفتیم و رایگان. من نماینده سپاه بودم، کاظم هنرور خدا رحمتشون نماینده رومانی بود، اکادی اسماعیلی تعمیرکار رومانی. میرفتیم و رایگان تراکتوری مردم تعمیر میکردیم و رایگان زیرش من امضا میکردم و نظارت کامل داشتم و شب ساعت 10 شب میامدم. اون زمان ساعت کار و یک سری مواردها نبود، یعنی شبانروزی کار میکردیم فقط به خاطر خدا و انقلاب و نظام و حفظ نظام. مدتی گذشت بنده رو به عنوان نماینده سپاه در جهاد گذاشتن، هفته یک روز میرفتیم. بعد از مدتی گذشت دیگه خدمتتون عرض کنم که واقعا خسته شدم. یک سری مسائلی بود که خدا میداند. دیگه از سپاه بیرون آمدم. از سپاه که بیرون آمدم 4 سال مسئول اتحادیه بودم، 4 سالم هیئت مدیره شرکت بودم و 2 سالم رئیس شرکت و مدیر عامل و مسئول کمیته کالای شهرستان کاشمر. اون زمان در کل کاشمر و منطقه کاشمر فقط شهرستان بود. خلیل آباد شهر نبود، بردسکن نبود، عنابت نبود، شهرآباد نبود، کندور نبود. الان 8 شهرستان در حال حاضر که الان سال 88 هست که من خودم نامش به رهبر معظم انقلاب نوشتم که باید استان خراسان چند استان بشه. واقعا استان پهناوری هست
گنبد گلستان تا خدمتتون عرض کنم بوجنور تا نیبندان که رفته بودم، گفتم شهرستان خیلی پهناوری است. یک استان واقعا کوچک هست، بزرگ است و حجم و واقعا کنترلش مشکل هست که با عنایت رهبری به مجلس رفت و بعد دستور دادن و 3 استان شده. الان یک استان رضوی، پوشیدنی و نوموسد ما هستیم، کاشمریا، تربت ایدریه، یکی هم استان خراسان شمالی، یکی هم استان خراسان جنوبی، بیرجند و قائن و منطقه. در این مدتی که بودم خدمتتون عرض کنم که ما به پدر و مادرم خیلی محبت میکردم، خدمت میکردم و تا زنده بودم و الانم که هستم با مادرم خیلی خدمت میکنم و میرسم بهش و هر چه دارم من از پدر مادرم دارم. در 24/11/54 که ازدواج کردم، خداوند در سال 55 فرزند اولم محمد بود، فرزند ارشدمون. در سال 56 خداوند دختری داد به نام فاطمه که اسمش مستعارش ملیحه است و در سال 60 هم که مجیدمون در برج تیرماه خداوند به ما عنایت کرد. در سال 63 هم که مصطفی ما، 64 هم که خدمتتون عرض کنم که زهرامون و سال 78 هم که ابراهیم خلیلم، دوست خودم واقعا و من از زندگیمون خیلی راضی هستم. و در این مدت چندین سمینارهایی رفتم. 2 بار سمینار در مشهد رفتم در رابطه با سمینارهای، 1 بار نماینده فرمانداری در مشهد، 2 بار ماه دوم در رابطه با سمینار گردهمایی شرکت‌های تعاونی من به عنوان رئیس شرکت در تالار تابسیرانی عدل خمینی، تابسیرانی و خوابگاه ما دانشگاه تربیت معلم، پارک به اصطلاح ملت اون منطقه بود، منطقه صدا و سیما اون منطقه بود. 1 بارم که سمینار گردهمایی اتحادیه انجمن‌های اسلامی بود که 5 نفر کاشمر سهمیه داشت. من از طرف سپاه پاسداران، از طرف نیروهای سیاسی، اداره اطلاعات و رسانان و خدمتتون عرض کردم که شهید حسن نیا، شهید تامی، 1-2 نفر دیگه خدمتتون عرض کردم رفتیم مشهد. اول سمینار ما در مشهد برگزار شد، بعد قم، بعد سر بهشت شهدای بهشت زهرا رفتیم، بعد بیت آقای مشکینی خدا رحمتش کنه رحمت الله علیه رفتیم و سر شبم بیت آیت الله منتظری بود عنوانشون که قائم مقام رهبری و خوابگاه ما تکیه امام حسین مجتبی قم بود و این روز دیگه حرکت کردن ماشینا در حدود 22 تا ماشین 302 بود، آمبولانس و خیلی مجهز بودیم. آمدیم از طرف جنوب شرقی تهران، وارد مسجد امیرالمومنین بودیم، اونجا رو نهار صرف کردیم و حرکت کردیم به طرف شمال تهران. پروژه‌های وزارت دفاع، جهاز سازندگی و انواع و اقسام بود و قرعه‌ای که ما را افتاد به نام پروژه وزارت دفاع رفتیم و خیلی سلاحایی که دستگیر کرده بودن. نمایشگاه بسیار زیبایی بود با تلویزیون‌های مداربسته و سال خدمتتون عرض کنم که 61 بود و ماشینا ما رو جلو مجلس، جلو دانشکده آموزشگاه امام علی پارک کردیم و رفتیم مجلس شورای اسلامی. دیدار با حضرت حاجی هاشمی رفسنجانی داشتیم و در اونجا شعار می‌دادیم که هاشمی دیدار با خمینی. همون ایام بود که موسی خیابانی و همسر مسعود رضوی را ترور کرده بودن. اینا اطلاعیت داده بودن که 10 نفر از شخصیت‌های در بالای مملکتی رو میخوان ترور کنن. بعد آقای هاشمی رفسنجانی سخنرانی شد که تموم کردن، بعد گفتن من همین شب با حاج حمید آقا قبل از ساعت 8 تماس میگیرم، اگر ملاقات امام از فردا آزاد بود فردا صبح شما بریم به جماران، اگر اخبار اعلام که ملاقات از فردا ممنوع مدت 10 روز شد، قراره 10 روز ممنوع بشه، بعد شما دیگه خدمتتون عرض کنم از این زیارت محروم هستید.
دیگه اخبار اعلام کرد 10 روز ملاقات ممنوع شده با امام و به علت عرض کردم ترور موسی خیابانی و همسر مسعود رجوی و شخصیت ها پیام داده بودن و بعد ما خدمتتون عرض کنم تا سال 67 درگیر کارهای از سال 57 تا سال 67 مدت 10 سال تمام تو ارگانهای مقدس، کمیته، سپاه، جهاد، اتحادیه، تعاونی، مدیرعامل، کارهای توزیعی، کارهای اجرایی، مبلغ در حزب جمهوری اسلامی، جلسات تشکیلاتی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی، در حزب جمهوری اسلامی، در بازار، در خدمتتون انواع و اقسام داشتن. یک مرتبه معرفی شدیم از طرف حزب جمهوری اسلامی و خدمتتون عرض کنم به تهران مجدداً در سال 65 بود که باز وقتی که امام جمعه حاج آقای محمدیان به اصطلاح از امام جمعه از کاشمر رفتن، دیگه این مقدار شکستی شد. من از مرحوم برادرم آقای سوال کردم شما که مشهد رفتین، در مشهد چه گذشت؟ گفتن رفتم علی اصغر به مدرسه سلیمانی مشهد و اونجا رفتیم دیدیم حاج آقای محمدیان خیلی زرگزار است، یک حجره بهش دادن و درس تلویزیون می‌خونن. دیگه من نامش به مقام معظم رهبری نوشتم و بعد یک هفته با شخصیت‌های رده بالای کاشمر رفتیم به خدمتتون عرض کنم دیدار با آقای خامنه‌ای زمان ریاست جمهوری. دیگه 20-25 نفر آقای مولوی، سردار مولوی هم از کامیاران آمد، آقای ماجرانی بودن، آقای رازخندی بودن، آقای جلیلی رئیس بیمه اجتماعی سازمان بیمه اجتماعی بودن، آقای خدیبی از هلال احمر بودن، آقای محمدی دبیر حزب بودن و بعدم موجود داد آقای شکویی معاون آبرسپرش بود و آقای طالب کاوری هم که از دوستان بودن و بازاریان، آقای زمیری هم که معلم بودن با پدرش. منظوره که 20-25 نفر بودیم، رفتیم جاتون خالی دیدار با آقای خامنه‌ای و از اونجا رفتیم به فومن. آقای محمدیان وقتی من نامه رو نوشتم بعد از 50 ساعت از اخبار سراسری اعلام کرد که آقای شیخ عبدالله محمدیان نشاپوری به عنوان امام جمعه فومن از طرف مقام معظم رهبری انتخاب شد. دیگه مقدماتش فراهم شد و رفتیم به دیدار با آقای خامنه‌ای. ایام 48 هم بود. میدانم که شب 48 شب شهادت حضرت رسول گرامی اسلام و امام حسن مجتبی از اتوبان کرج نزدیک غروب بود که ما میرفتیم. تا من پیرن سیام عوض کردم اینا، این جناب آقای حجت الاسلام محمدی گفت پیرن سیاه از کجا آوردی؟ گفتم شما نمیدونم شب شهادت رسول خداست، شهادت امام حسن مجتبی. گفت عجب حواس جمع در این غلامی شما. گفتم بالاخره باید چه کرد؟ باید کارار کرد. باید تابع مسائل بود. دیگه جاتون خالی شبانه دیگر نزدیک غروب بود. ما از جاده اتوبان گذشتیم، کاخ مرمر رفتیم، دیدار با آقای خامنه‌ای داشتیم رفتیم و بعد در شارود وارد برنامه جمعه شارود شدیم، نهار اونجا خوردیم، جاتون خالی شام. و وقتی که رفتیم یا عصرانه در نیشابور منزل بیت برادر آقای جلیلی که خیلی از رجالهای نیشابور بود، اونجا رفتیم و به قم آمدیم. جاتون خالی زیارت مفصل در قم کردیم و بعد در ساختمان هلال احمر جایگاهمان بود و بعد رفتیم تهران، وارد کاخ مرمر شدیم. یک لانگپرس ماشین لانگپرس طویل گرفتیم و از اونجا رفتیم به طرف رشت و فومنجان. وقتی که من وارد رشت شدم، اون کارخانه‌هایی که دیدم بارونم می آمد، سر شب بود، یاد حاج محمدآقای خزایی افتادم. ایشون در سخنرانیاش میگفت که کارخانه ذوب‌آهنی که کلی هزینه داره که باید این موادش از کرمان رو برابر بیارن، چقدر هزینه داره که موادش از اونجا بیارن به اصفهان. بعد بزرگ تحصیل که یا کارخانه های که خدمت دارن چوبش در فلان جا هست و
استان گیلان مرکز کشاورزی از چوبی، برنج، مثلا انواع و اقسام چیزها، میوه‌جات، پرتقال، مرکبات. بعد خدمتتون هست که آمده بودن کارخانه در رشت زده بودن در زمانشون. منظوره که به هر انواع و اقسامی که می توانستن این بودجه مملکت آتش می زدن. یا یکی از برادران طلبه بود در جمع سخنرانی بود، گفت که در جشن 2500 ساله شاهنشاهی که در شیراز گرفته بودن، وقتی خوب خوردن و نوشیدن و زهرمار کردن پاپیون شدن، امیر عباس و هویدا رفت بالای سکوی. بعد گفت بگین ببینم مسئول سیمینار چیش از ایران است، کدوم مسئولش از ایران؟ یکی حرکت کرد گفت خدمه ها یا رجال ها، گفت که مسئول که از ایران هست پیازش از ایران هست. امیر عباس هویدا در جواب این مرد بزرگوار فرمود که من کار میکنم که در ایران پیازم تولید نشه. منظور که خیلی خاطرات عظیمی داشتم و اولین راهپیمایی که در کاشمر برگزار شد 19 محرم سال 1357 بود که در مسجد حاجی جلال قفل کرده بود ساواک و نمیگذاشت که داخل مسجد برویم و شاکری و حاجی عرب شدیداً تحت مراقبت بودن و حتی حکم تیر شاکری رو عرب هم آمده بود که در هر جا ببینن تیرشون کنن. اینا مخفی شدن و بعد ما قلف شکستیم، برادران قلف شکستن، در باز کردن، رفتن برادر به نام آقای نداف حرکت کرد، همه سکوت محض منتظر بودن بعد که یک رهبری بیاد، یک سخنرانی بیاد. آقای نداف حرکت کرد، تکیه به ستون مسجد داد، گفت طبق این آیه قرآن هر کس مقلد امام است و پیرو اسلام ناب محمدی است پشت سر من را بیفتد و حرکت کند و به طرف شهروانی در حرکت باشیم و بریم و بگیم به چه جرمی که شما شاکری و عرب بازداشت کردیم. اولین راهپیمایی که در کاشمر شروع شد 19 ماه مبارک رمضان بود سال 57 که بنده در تمام حوزه‌ها شرکت داشتم و در داخل راهپیمایی هم الحمدلله بی‌نقش نبودم. آمدیم تا فلکه مرکزی که رسیدیم تیراندازی شروع شد و ما چون دست خالی بودیم یک عده از برادران یعنی همه فرار میکردن، دور زمان تیراندازی ندیده بودن. یک نفر بچه میرآباد گلوش تیر خورد و باقی ما رفتیم بیا خانه بنایی میکرد، رفتیم تو زیر. این خانه بی‌انصاف ما با شیخ نداف و چند نفر دیگه رفتیم تو خانه قایم شدیم. وقتی که چون آمدن بی حیات تو سر کوچه تیراندازی میکردن اینا، رفتم داخل این خانه. این خانه بی حیا برداشت گفت که چه خبره در خانه ما رفتین فلان معمولا اینا. آقای نداف گفت خواهر سرسوزا نکن، ما تظاهرات میکردیم و بعدم مامورین برو ما تیراندازی میکردن. این خانم این جوک بد نیست که جوک بگن یک لبخندی بزنید. این خانم در جواب آقای نداف فرمود که گفت شما که میترسید که تظاهرات کنید جوک میخوردیم که راهپیمایی کردیم. دیگه ما همین یک عده میخندیدیم، آقای نداف هم باش به دهنش گرفت و اینا چیزی نگفتیم. یواشواش بیرون آمدیم و از اونجا ما یواشواش آمدیم. وقتی که آمدیم دیگه دنبال ما میگشتن. وقتی آمدیم چرخ ما را از دم مسجد آمدیم برداشتیم، حالا آمدیم سر خیابون مدرس چهارراه امام موسی صدر. مامورین سیاه‌چهره با اسلحه G3 سرنیزه ها سر زده همه مثل چوب خوش ایستادن. گفتم خدایا الان اگر برگردیم امکان داره ما رو بزنن، اگر بیام پایین امکان داره بدتر بشه. چشمه ما رو هم گذاشتیم و وسط اینا گفت آی خدایا مومین تو. چشمه ما رو بستیم از وسط اینا رفتیم به سلامت رسیدیم به خانه. وقت رفتیم خدا نگهدار حسین علوی باشه، جواد علوی باشه، اینا بودن، اینا شروع بودن.
دیگه رفتیم به خانه. از خانمزا گفت کجا بودین که واقعا دل ما به هزار را گفتن زدن کشتن بستن فلان کردن. گفتم نه بابا یک نفر تیری شد ولی خب ما یک جای مخفی بودیم مقدور نبود که تا به حال بیرون بیاد. انقلاب خیلی فرازنشیب داشت و الان که در حدود 30 سال است انقلاب داره میگذره، من در مدتی 30 سال خدا خودش بهتر میداند که یک لحظه دست از کارهای خدماتی به مردم جامعه و مردمی دست بر نداشتم و اولین نامه‌ای که نوشتم 21/3/67 بود، 10 صفحه به امام خمینی رحمت الله علیه نوشتم. در توی نامه 10 صفحه‌ای همه چیز مقدور نیست بگم ولی دو سه جمله‌اش میگم که واقعا هم تاریخی است هم به درد مردم میخوره. در 21/3/67 که نامه نوشتم 10 صفحه از مواد مخدر و سرقت‌ها و شرکت‌ها و همه چیز که دیده بودم و مسئولیت داشتم و رفتم و آمدم اینا. بعد من رفتم نوشتم امام این گول درسایی که در ایران در دانشگاه‌ها تظاهرات راهپیمایان به هوا می‌خورد نخورید و گول این مسائل نخورید که صلح امام حسن زمینش مساعد شده. استکبار تیشه رو تیز کردید در ریشه اسلام زده میشه و صلح امام حسن زمینش مساعد شده. این یک موارد دومم فرمودم امام این کسی هم که بعد از حضرت علی بتواند کشتی پرطلاتم ایران رهبری کنه شخص آیت الله سید علی خامنه‌ای است. امام در این نامه ضمن که یک ساعت سخنرانی فرمودن خدایا تو شاهد باش. بعد از یک هفته فرمودن خدایا تو شاهد باش که من جام زر نوشیدم و از آبرویم گذشتم و صلح امام حسن امضا شد. الحمدلله آتش بس بعد از یک ماه، بعد از 32 روز 35 روز برج تیر ماه آتش بس شد و الحمدلله رب العالمین جنگ دیگه خاتمه یافت. بودیم مسئله اسرا بود که در باغمان بودیم. زن نوروز یک روز صدام زد اسقر، گفتم بله ننه قلمسین. گفت که کی جنگ مخابه؟ گفتم که جنگ معلوم نیه با خدای اینا بره چی ننه قلمسین. گفتن که وقتی که جنگ مخابه اسیر آزاد میشه. وقتی این حرف شنیدم بغض گلوم گرفت، رو به طرف قبله ایستادم گفتم آی خدا. بعد یادم ماند از نوسه عموم و نام حاجی به اصطلاح صداقتی پسر محمد اسلام حسین آقا که در رسالت 10 سال بود، 8 سال 9 سال در رسالت بود، از او یادم میاد. دیگه پدرش آمد در مغازه و نامه از هلال عمر آمد. گفتم که این نامه چیه؟ گفت این شما منوسم به هلال عمر از هلال عمر و کجی از کجی. گفتم من نیاز به این ندارم. نامه که من منوسم من قلم مغازات هست و شما بل خاطر جمع باشید. ما انشاءالله اقدام روی قضیه خواهم کرد. دیگه با وردن حفاظتی نشستیم جلسه گرفتیم. گفتم بابا از راهنما وارد بشیم و بعد یک سری پدر مادرهای اسرا آزادات دیخ کردن، سرطان گرفتن، مردن و در فراق بچه هاشون از دنیا رفتن و بعد فکری به حال اینا بردار اینا خیلی نمیشه چطوری مثلا خوابم ببرن شبا اونا در زندان بغداد زیر شکنجه های صدام افراقی و باید کاری کرد. تا این بود که از طرف خدا اگر بگم وحی رسید نامه نوشتم به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و بعد از مدتی نامه که نوشتم به حضرت آیت الله خامنه‌ای بعد از یک ماه اسرا هم آزاد شدن. اولین اسیری که آزاد شد در کاشمر در مغازان ترمز زدن و رئیس هلال عمر آمد و گفت آی غلامی زحمت هایی که کشیدی بیا حاصل چی ببینی. گفتم چیه؟ گفت یکی از اسرای کاشمر که سهمیه کاشمر یکی آزاد شده بیا و ببینش. گفت در مغازان باز اینا. گفت سوار ماشین. گفت کلیت بده در من میبندم شما بشین در کنار ایشون و باید بری بخوانم به بیت ایشون. دیگه کنار پلی برادر ما نشستیم. آقای دلیری نامی بود
و رفتیم جا تو خانه شو کگیل کاری بود، نو از کسور خوانده بودن و بعد خانه در 46 متری ساختن رو هیئت موسیم جعفر. بعد خدمتتون عرض کنم که دیگه نهار جا تو خانه آبگوشت خوردیم و زور شد و بعدم بزرگ تا شد مرخص شدیم و آمدیم. بعد چندین سیمینارهایی رفتم، جبهه، جنگ، امثال هم رفتم که خدا انشاءالله از همه قبول کنه. خدمت به خلق الله 23 سال اهل قلم هستم. بیش از 2000 کتاب هایی هست که میبینید در کتابخانه و کارتون های زمینی من اینا رو همه رو مطالعه کردم. 20 چند دور ترجمه قرآن به دقت، انجیل چاپ گلشن 4 قسمت، متی و لوقا و یوحنا و مرقس مطالعه کردم. خدمت مفاتیح جنان آقای شیخ عباس قمی مطالعه کردم و تاریخ ها رو زیاد تاریخ به دقت مطالعه کردم. در رابطه با کتاب‌های روانشناسی مرحوم دکتر شریعتی رحمت الله علیه مطهری، انواع و اقسام کتاب‌های سیاسی و دینی و اجتماعی مطالعه کردم. خاطرات فردوس، تیمسار امینیان و خاطرات کرده اون افسر کاگب شوروی را مطالعه کردم و اینا رو همه رو خدمتتون عرض کنم منعکس میکردم به تهران و در مدت 23 سال یکی از معجزات الهی برای شما عرض کنم. در این 23 سالی که من نامه نوشتم والله و بالله نه یک نامه پاک‌نویس کردم، نه یک نامه‌ای که نوشتم کوچکترین خط خوردگی داشت. 10 صفحه، 18 صفحه، 15 صفحه، 14 صفحه، 10 صفحه می نوشتم. وقتی امر خداوند تعالی می گرفت وای مسید که زیر شمدا کن کافی است و با اکسپرس به فرستادم تهران به دست مقام معظم رهبری 3 تا نامه نوشتم در رابطه با باغ شهری، یک نامه برای پارک شیر مدرس و اصلاح کاروانی مکه و خدمت چندین مسائل دیگر، اقلام و کالاهایی که مردم در فشار بودن که هر 3 تا اینا واقعا ثمرات عظیمی داشت و من جمله‌ای که نوشتم که به رهبر انقلاب یک فیلم از مکه و مدینه تهیه بشه که ما در داخل استفاده کنیم که الحمدلله همه اینا شد. در رابطه با کارهای سیاسی هر کاری که از دستم برآمد و برمی آمد در جهت رفاه مردم به کمیته امداد اداره بهزیستی و دریغ نداشتم. در رابطه با روستای خودمان، زادگاه خودمان، مثلا فرض کنید شرکت کوبیدیمش و بعدم بزرگ تا خانه گلی محقر قدیمی داشت کوبیدیم و الحمدلله الان به عنوان مرکز دهستان، تلفن دیجیتال، اسفار، خدمتتون است که بیمارستان مادر و کلی آباد شده. جاده قدیم خاکی بود، پیگیری کردیم، خدا خیر بده مسئولین اداره راه واقعا لطف همکاری کردن، اسفار شده الحمدلله. آرامگاه مدرس با آقای مهدی نژاد، سردار مهدی نژاد فرمانده به صفا بود، گفت آقای مهدی نژاد اگه کار کنی که یک کار بشه که این آرامگاه مدرس زیر پوشش حضرت علی بن موسی باشه و اینجا تبدیل به خدمتتون مرکز فرهنگی بشه. الحمدلله پیگیری کردم اونجا شد. پارک شیر مدرس پشت مصلی الحمدلله از عنایت و خواسته و پیگیری حقیق بوده. کارخانه صنایع دستی تربغان از پیگیری و کارهای حقیق بوده. در روستای عنابت یک روز با آقای رشید و آقای مسئول بنیاد جانبازان که رفتیم، وقتی برگشتیم گفتم با من این همه دشت و زمین‌های ول شما جلسات چه کار میکنین آخه؟ من سرم به درد آمد. بعد از مدتی آقای قفاریان نماینده آقای طبسی ما را صدا داد، گفت آقای غلامی دست درد نکنه با نامه‌ای که بنویسی و خدماتی که انجام بدی که خدا قبول کنه 20-25 تا 50 چاپتور زده شده و بیا ببین و چقدر مکانیزه و چقدر انارکاری و آباد شده عنابت و الان شهر شده. در اواخر چندین بار مشهد مقدس، قم، مزار امام، سیمینارهای تهران، مشهد، قم
مشرف شدم الحمدلله. جبهه، جنگ تا فکه، تا چنانه، تا نزدیک پادگان شهید هاشمی نژاد و ژانس مادر 45 روز اونجا که رفتم. کار بازرسی بود. بعد خدمتتون عرض کنم که خرابی خیلی در حد بالا بود. وقتی آمدم اینا رو منعکس کردم، نامه نوشتم و الحمدلله خدمت آقای محمودیان رسیدم و من گزارش کار دادم و بعد آقای صادقیان گفتن آقای مولوی شما که نامه بنویسی، نامه بنویسی. در رابطه با کاشمر دانشگاه نبود. چندین بار یک دو تا نامه نوشتم که آقا کاشمر شهر بزرگی از جوانان زیادی داره و شهر کهنی است، سابقه 10,000 سال عمر داره که شیرازی کاشمر. از چندین کتاب من جمع‌آوری کردم و کاشمر موقعش هست که دانشگاه زنده میشه، چون در دانشگاه بوده یک جوانی که من دایره فلکه میبینم سیگار میفروشه یا کاری مثلا فلان قلبم میگیره و دانشگاه زدنش در کاشمر خیلی واقعا آسون هست، چون زمیزار و آبادی های زیادی هست در شمال شهر و الحمدلله موفقیت شد. دانشگاه زده شد. روز افتتاحش ما را دعوت کرده بودن. استاندار پسر آیت الله جنتی آمد و آقای صادقیان، در زمان آقای صادقیان خدا نگهدارش باشه، اول آقای استاندار وارد اتاق شد. دوم آقای صادقیان گفت آقای غلامی بفرمایید. گفتم بابا ما خجالت نداریم. گفت ببین قلم ها رو تو زدی، زحمت ها رو تو زدی و باید شما بدیم. و رفتیم و جاتون خالی در دانشگاه که نشسته بودیم. در اونجا هم یک سوالاتی کردن. به زمان آقای نجف زاده مسئول بود، منبرم ایشون رفت، تلویزیون مدار بسته در همه اتاقا بود. سوالی کردن، بنده حقیقت جواب دادم و یک جایزه هم در دانشگاه آزاد گرفتم. بعد خدمتتون عرض کنم که در رابطه با این مسائل من حدود 3 تا گذرنامه گرفتم. یکی سال زمان 2100 تومان خانوادگی گرفتم و آرزو داشتم که خانوادگی برم، ولی در اثر مشغله اجتماعی و خدمت به خلق الله واقعا قسمت نشد. یعنی اینا دیگه کنار زدم و از سال 200,000 تومان این ویزاش شد. گذرنامه دومی که گرفتم با عیالم و خودم 2 نفری گرفتم. بازم این مدتش تموم شد. درگیر سازمان تبلیغات اسلامی بودیم و ستاد نماز جمعه بودیم. اختلافات شروع شد در کاشمر و الحمدلله او را باز نکردیم. این گذرنامه سومی که گرفتم من و همسرم و ابراهیم من بعد از یک هفته قسمت شد رفتیم که بریم به کربلای معلا. جاتون خالی بود. ما در 21/2/88 ساعت 7 بعد از ظهر از کاشمر حرکت کردیم، رفتیم به طرف کربلای معلا. اولین جایی که رفتیم خدمتتون عرض کنم که رفتیم مزار امام. مستقیم از کاشمر که حرکت کردیم، شب می رفتیم، صبح ساعت 10 رسیدیم مزار امام. در مزار امام خیمه و خرگار گذاشتیم پایین و زنگ در ارتباط و تماس بودیم با مصطفی که خدا رو شکر میکنم. مصطفی گفت مجیدم تهران است. گفتم واقعا چقدر خداوند و امام حسین بزرگوار است که بچه ها ما رو اینجا داریم میبینیم و زیارت میکنیم که ما چون مسافرت بریم واقعا آرزو به دل من نمانه. دیگه مجید آقا و مصطفی آمدن، اونا رو دیدیم. یک رو بین که ما وارد مزار امام بشیم اینا آمده بودن با ماشین خودشون کرای. دیگه رفتیم جات خالی زیارت امام، مرقد منور امام رحمت الله علیه، زیارت حاج احمد آقا، زیارت همسر امام، زیارت آقای طباطبایی سلطانی پدر خانم حاج احمد آقا و نماز جماعت خوندیم و در مزار امام نهار خوردیم و بعد گفتیم برادرها این راه خیلی راه طولانی هست، هر چیز زودتر حرکت کنیم به نفع ماست. دیگه سری بچه ها برف کردن و اساسیه اصلاح جمع کردن و روانه منطقه خرمشهر احواز. دیگه از اونجا رفتیم قم و از قم رفتیم عراق و دیگه شهرهای من رفته بودم. به شب برخورد کردم، لرستان رفتیم، خود دختر رفتیم، بروجرد رفتیم، لرستان رفتیم
اندیمش رفتیم و خرمشهر و شهرهای دیگری که شب بوده و ما نمیدانستیم تا اول آفتاب که رسیدیم به اهواز. از اهواز رفتیم به طرف خرمشهر و شلمچه ساعت 11 صبح رسیدیم به شلمچه به مرز و اینقدر عنایت آقای امام حسین پشت سر ما بود که به مرزی که به شلمچه رسیدیم آنن مرز انهو که باز کرده بودن بریم ما دیگه ساکار کشیدیم بردیم رفتیم به اتاق اول گذرنامه ما رو گرفتیم. گذرنامه ما مر خورده بود و بعدم در نوبت قرار گرفتیم و از اونجا رفتیم به اتاق گمرک. گذرنامه ما رو خروجی زدن و اول ساعت 2 بعد از ظهر وارد مرز عراق شدیم. دیگه از دیوار به ساختمان ایران خارج شدیم، به ساختمان عراق شدیم دیگه. ساعت 2 تا ساعت 3 تو هم آفتابا 4 ماشین آمده بود ردیف روشن هم بود، آماده حرکت بود. ما دیگه دیدیم وقت داریم، نماز شکستر خوندیم و یک مقدار هر کس یک لقمه نون خورد و دیگه رأس ساعت 3 حرکت کردیم به طرف نجف اشرف. اولی شهر و استانی که برخورد کردیم استان بصره بود و جاتون خالی بود. استان بصره همون نفرینی که علی بن ابی طالب درباره بصره کرده بود، یک شهر دودزده، مخروبه، خرابه، یک خرابه هست، فقط از رودش مونده و پلش مونده و ساختماناش همه خراب، سیمای مخابراتش همه 50-60 تا با نخ پیچیده روی زمین افتاده و بعد خانه های موقری که ما در 50 سال قبل 40 سال قبل مثلا در ده آقال مرغ درست میکردن، این خانه هایی بود که می نشستن، نه دیواری داشت نه افرازی داشت نه هیچ. مردمش خیلی فقیر بودن، خیلی مستضعف بودن و خیلی تنگ دست بودن و این استکبار جهانی و این پیر استعمار انگلیس واقعا خراب کرده، داغون کرده واقعا همه جا. دیگه از استان بصره که گذشتیم وارد یک اتوبانی شدیم که ما حالا اسم اونجا تابلو نداشت ولی در هر چند کیلومتر یک بار ایست بازرسی خیلی سفت سخت داشتن که نیروی آمریکا نقش داشت درش و نیروی خود عراق. بعد تا رفتیم یک اتوبانی که وارد شدیم، اگر اشتباه نکنم اون اتوبانی هست که از سوریه میاد به طرف کربلا، 1000 کیلومتر هست. تا جایی که چشمت کار میکرد از غربی بزرگ تونست زمینهای صاف مثل آینه و یک نهالی در زمین بی‌انصافانه کرده بودن با اون همه آب و فراوانی که در آب عراق هست. همه زمین ها ویل اصلا مثل بی صاحب، دم قهوه خانه هاشو فقط گرم و گیرا چوی پررنگ بریزن بخورن یا مثلا فرض کن مرغ فروشی هاشو مرغ سوخاری درست کنن، قصابی هاشو گوشت رون باشه و خیلی فراوان. تا اینکه ساعت 11:30 شب جای همتون خالی بود، رسیدیم به نجف اشرف. جلو حرم امیر المومنین ایستادیم و بعد گفتن اینجا حرم حضرت امیر المومنین. دیگه سلام دادیم و واقعا که ایوان نجف عجب صفایی دارد. این پدرم بارها من از ایشون سوال میکردم، گفتم بابا از کربلا بگین، از نجف بگین، از جایی که رفتیم بگین. پدرم آب در حلقه چشمش نمایان بود، این چشمش میمالید، یک آهی میکشید، میگفت علی اصغر ایوان نجف عجب صفایی دارد. دیگه رفتیم هتل گرفتن، احساس ما بردیم هتل و رفتیم در هتل ها مستقر شدیم و دیگه هر کس تعویض لباس و استشمام حمام و دوش گرفتن و فلان و بهمدان تا اینکه صبح ساعت 4 صبح 3:30 صبح مشرف شدیم حرم حضرت امیر. دیگه رفتیم حضرت امیر و زیارت و واقعا که بهشت که در روی زمین
خدا خلق کرده حرم حضرت امیرالمومنین، گرچه در زنده بودن چقدر مظلوم بوده ولی الان چقدر واقعا ایوان نجف سر تا سر طلای ناب، بعد در ورودی از ضلع شرقی که آفتاب طلوع میکنه، دارون سمت راستش آرامگاه علامه هندی هست. شهید حاجی آقا مصطفی فرزند امام که در سال 56 موقع تبعیدیش به شهادت میرسن که پیچی مخوره، یک خانه محقری هست. و رفتیم به زیارت حضرت امیر و از آنجا که به زیارت رفتیم مرتب به زیارت میرفتیم و از چیزهایی که در نجف خیلی نعمتهایی که فراوان بود، لوازم و کالاهای نجف خیلی ارزون بود. مثلا شیشه عطری که من در کاشمر میگرفتم 7 تومن و 6 تومن بیشتر یا کمتر، در اون که به 1000 تومن همین فریاد میکشیدم. یا خدمتتون عرض کنم که پتوهایی که 35,000 تومن 30,000 تومن بود در کاشمر بود به 35,000 تومن، به 20 تومن 15 تومن 20 تومن اونجا میدادن. در نجف خیلی فراوانی بود و بعدم در نجف جایی بود که خود آقا نجف اداره میکرد. ما مأموری به آنچنانی ندیدیم، خیلی اندک، مگر سر پیچی بود که وارد حرم می‌خواستیم بشیم، 2 تا نگهبان نشسته بودن آزادانه، میرفتیم میآمدیم. تا اینکه تا صبح شب جمعه بودیم، صبح جمعه روز جمعه هم بودیم و شب شنبه بودیم و شب شنبه هم رفتیم جا تو خانه زیارت حضرت امیر و نماز و زیارت و اینا. و بعد از نماز و زیارت حرکت کردیم به طرف کربلای معلا. اینجا یک تشکر باید کرد از آقای ناظمی که بهترین ماشینی که در استان خراسان بود ولوای ویژه 8 چرخ زرد رنگی بود که در اختیار ما گذاشت که انهو که وقتی میرفت انگار رو ابر را میرفت، از بس نرم و ویژه و مرتب و منظم. من تشکر میکنم از راننده های این ماشین و کمک راننده ها که واقعا خیلی با نهایت محبت و عنایت و کاروانمون آقای حسین عرب شاهانی و آقای غلام سامانی و همسرش و دیگران و برادر عزیزم آقای حسن غلامی، حسین غلامی، اکبر فلا، اینا کسانی بودن که واقعا خدمت میکردن. ما این سفری که واقعا رفتیم کربلا و نجف یکی از خاطراتی بود که شاید در عمرمون دیگه همچین مسافرت قسمت ما نشه، چون همه فامیل بودن، همه خودی بودن. مثلا 2 تا از برادران هم بودن با خانمش، دویم محمد ما بود با خانمش، حاج ابراهیم بود با دختر عمه ما خانمش، اکبر فلا بود داماد خواهرمون با خانمش، آقای یوسفی بود با خانمش، مثلا فرض کرد غلام سامانی بود با خانمش، اکبر رمضانی با خانمش، آقای شبان بود از هندآباد با خانمش و دوستانش. فقط چند نفری بودن که آقای توسلی از دوستان بودن با خانمش، چند نفری بودن که از کاشمر بودن و جای دیگر که تعدادشون به 7 نفر نمیرسه. رفتیم دیگه الحمدلله به خیر و خوشی و سلامتی حرکت کردیم به طرف کربلای معلا. بعد از زیارت و نماز و صبحانه حرکت کردیم به طرف کربلای معلا. دیگه عصر رسیدیم اونجا و هتل گرفتن و دیگه ما رفتیم به حرم امام حسین جا تو خالی به زیارت. و واقعا که بهشتی که خدا خلق کرده حرم امام حسین هست و خیلی آرزوی قبر مطهر امام حسین داشتم ولی اظهار نمی کردم، در دلم بیتابی نمی کردم ولی صبر می کردم، ولی آرزوش داشتم که از نزدیک برم به قبر مطهر این سالار شهیدان، این حسین مظلوم و چقدر مظلوم بودن و چقدر مظلوم زیستن و چقدر غریبانه با اینا برخورد کردن. خدا لعنت کنه به شمر و ابن زیاد
و عمر سعد و دشمنان و مشرکین و منافقینی که گرگ‌های درنده حرام که ریختن سر اهل بیتمون و بدن اینا رو قطع کردن. بعد وقت داخل حرم بودیم شمردم 120 اسامی بالا سر پای حضرت امام حسین یک آرامگاه بود، یک قبر درست کرده بودن. بعد 120 نفر شهدای کربلا که همونجا مدفون بودن اسامیشان زنده بود. بعد پای امام حسین هم که قبر علی اکبر بود، بعد بالا سرشون قبر امام حسین و حضرت علی اصغر هم که رو سینه مبارک امام حسین دفن. جاتون خالی بود. از هر جا که ما حرکت میکردیم باز میرفتیم حرم امام حسین. یعنی هیچ جا برید بنده با لذت‌تر و با کیفیت‌تر و خوشتر این که در حرم امام حسین باشیم نبود. دیگه میرفتیم حرم امام حسین تا اینکه دو تا نقص داشتم، یکی حرم امام حسین، یکی حرم حضرت ابوالفضل بین الحرمین. جا تو خالی رفتیم حرم حضرت ابوالفضل زیارت کردیم مفصل و بعد برگشتیم و نماز جماعت خدمتتون است که نه همیشه حرم امام حسین بودیم و 4 روز بود که خدمتتون است که از رحلت آیت الله بهجت ما مطلع شدیم، مراسم گذاشتن و روز هفتمش از طرف بیسی رهبری که ما را دعوت کردن یک اطلاعی هم دادن، اطلاعیش هم موجود هست. بعد رفتیم و شرکت کردیم. نماینده آقای بیسی رهبری، آقای حسینی، استاندار کربلا، امام جمعه کربلا و فرماندار کربلا و شخصیت ها آمدند و مراسم کربلا اینه بهتون بگم، مراسم کربلا با می آبای شیشه کوچیک آب معدنی پذیرایی میکنن و یک مقدار 1 سال قهوه. اینقدر تلخه که وقتی که انسان نوشجان میکنه اگر فوری آب نخوری شاید گلوت بند بیاد. این خوراکی که عرب ها میخورند این هاست. دیگه مجالس ختم شد. بعد نزدیک نماز مغرب عشا شد. دیگه خدمتتون از کنم که نماز مغرب عشا خوندیم و زیارت کردیم مفصل و چندین شب بود که ما وضو تونست و آخری شب میرفتیم نماز قضا میخوندیم و زیارت میکردیم و زیارت امام حسین میکردیم و بیاد علما، صلحا، شهدا نام میبردیم، بیاد امام عظیم الشأنمون و ایام 15 خرداد سال 42 رو فریاد میکشیم دور زیر امام حسین که امام فرمودن من 15 خرداد سال 42 را برای همیشه اعضای عموم اعلام میکنم و این خدمه و این پرسنل واقعا حرمین شریفین امام حسین اینقدر با محبت با ما رفتار میکردن، اینقدر احترام ما داشتن که خدا میدن. بعد یک روز مقابل حرم امام حسین نماز میخوندیم، نماز ما سلام دادیم، پهلوی ما یک طلبی بود. خیلی صحبت کردیم ما هم. در اون 1 ساعت ما هم صحبت کردیم. داخل گفت که آقای غلامی من کاملا شما را میشناسم، منم مثل شما ایرانی هستم، طلبای قوم هستم و باید همونطور که در انقلاب ایران نقش داشتی و کار میکردی و واقعا خدمت به انقلاب میکردی در اینجا هم باید کمک کنی در خاک حرام. گفتم از خدا امیدوارم که من توفیق بده که واقعا بتوانم خدمت کنم و خدمت از افتخارات برسم. دیگه بودیم و با یه برادر عزیزمون خداحافظی کردیم و بیسی رهبری هم رفتیم و چند تا دوستان کاشمیری ها زیاد می آمدن و ماشین هم که داشتیم همه فامیل بودن، همه خودمنی بودن، همه واقعا یکی بودیم. خیلی خوش گذشت. مسافرخانه همونطور با دوی محمد منمخانه بودیم، سرویس داشت، حمام داشت، خیلی واقعا خوش گذشت. آشپزا خیلی کارشون موقع انجام میدادن، به اصطلاح
بدقولی نمی کردن، سر موقعش همه چیز آماده بود. بین الحرمین جاتون خالی. وقتی که دیگه ما اجاره هتل به سر رسیده بود، اینجا عرض کنم که روز سه‌شنبه 29/2/88 بود که گفتن میخوایم بریم کاظمین. بعد دیگه صبح حرکت کردیم به طرف کاظمین به زیارت حضرت موسی بن جعفر و امام جواد الائمه. وقتی که رفتیم در بین راه نزدیک کاظمین دیدیم که اوه ماشین آمریکایی، جیپای آمریکایی، ماشین آمریکایی، نظامی آمریکایی 10 تا پشت سرم، 5 تا پشت سرم، 15 تا پشت سرم میرن میان. خلاصه اینا مثل کاظمین در کنترل اینا. وارد که شدیم ماشین پارک کردیم، پیاده رفتیم، سر چهارراه بود به طرف حرم که میرفتیم. با آسمان نگاه کردم دیدم یک ماواره هست به شکل یک سگ بود تقریبا، پد داشت، موی داشت، سفید یک دست. بعد سوال کردم که این که در آسمون هست، در آسمون بالا سر حرم، این چیه؟ گفتن این ماواره آمریکا فرستیده و اون کسی که هر کس که در اینجا کوچکترین قدم ورد داره و هر کار که بکنه این منعکس میکنه به کاخ سفید آمریکا. دیگه رفتیم جا تو خالی، ساعت 10 وارد حرم باب الهویج موسی بن جعفر شدیم. دیگه نماز قضا خوندیم، زیارت خوندیم و صلوات فرستیدیم، فاتحه خوندیم، نماز قضا خوندیم تا اینکه ساعت اذان ظهر رسید. از بچه‌ها سوال کردیم که الان می‌خوایم وایسیم. بچه‌ها گفتن نماز جماعت می‌خوانیم بعد راه می‌افتیم. دیگه خدمتتون عرض کردم که حرکت کردیم و خلاصه رفتیم باز اصلاح کردیم، نماز خوندن و راست نیاز کردن با خدا تا ظهر نزدیک شد. رفتیم نماز در بیرون حرم هست، چه در کربلا چه در کاظمین، در هر جا که بودیم. دیگه رفتیم خدمتتون از جا گرفتیم، نماز ظهر عصر خوندیم و رفتیم آمدیم به طرف کربلای معلا. بعد این روز دیگه باز رفتیم به زیارت حضرت حور. خدمتتون از کنم طفلان مسلم، فرزند حضرت زینب و چند زیارتگاه دیگر همین تسبیحات دومان هم زیارتگاه حضرت طفلان مسلم گرفتن یا فرزند امام زین العابدین، امام حضرت زینب نظر. و بعد خدمتتون از کنم سوالاتی که کردم، ما با بیسه رهبری که در ارتباط بودیم گفتن که خود مسئول ما مدیر کل گفته شما اگه با کاظمین و سامرا برین دیگه در اداره جا ندارید، چون اونجا ناامن هست و مخصوصا برای ادارات و ماشینی که دست جمعی مرن و وضعش خطرناک هست. دیگه من شب رفتم راپلا، کاروانم بود، آقای عرب بودن، خدمه ها بودن، داداشام بودن. گفتم که قرار چیه، برنامه فردا چیه؟ یکی از دوستان فامیلا گفت که فردا میخوام برم به سامرا و هر کس بیاد یک 12,000 تومان باد بدن. گفتم مسئله پولش که مهم نیست، ولی حسین ما و حسن ما حق که بیان سامرا ندارن. آقای امامی محمد امامی هم نباید بیاد و ما خودمون نمیم، دایمون نمیم. بعد دیگه خدمتتون هست که اون موارد کنسل کردیم که بعد خود کاروان خیلی تشکر کرد که واقعا اون فتوایی که شما دادی و اون گفتهایی که فرمودیم واقعا خیلی به درد خورد. اگر شما این موضوع رو نمیگفتی با خطر عظیمی. گفتم من با بیسه رهبری در ارتباط بودم و بعد خط از خدا میگرفتم و بعدم الهام میشد که بعد ما اینجا بریم اینجا نریم. دیگه الحمدلله رفتیم به زیارت جاتون خالی. دیگه زیارت ما به پایان رسید. وقت هتل هم اجارهش به پایان رسید. اساسیر همون شب گفته بود تا صبح اگه مقابل بود 1 میلیون تومان بده. گفته بود خالی شده. دیگه اساس و لوازم و ساکار همه با حسین و حسن و اکبر فلا و چند نفر از برادران بردیم به گاراژ. در ماشین گذاشتیم و تحویل ماشین دادیم و آمدیم به حرم امام حسین جات خالی.
زیارت کردیم و آدرس داده بودیم که بچه ها برن بین الحرمین. سر کنج اول بین الحرمین فرشار پهن کرده بودن و غذا درست کرده بودن و جات خالی شام مفصل خوردیم و خدمت را عرض کنم که شام که خوردیم ما به عیال ما گفتم که عیال ما دارم برام به حرم حضرت ابوالفضل و تا صبح امشب که منایه بچه ها ما باید بخوابیم. جات خالی رفتیم و قبل از اینکه وارد حرم بشم اینجا تماس گرفتم. اتفاقا محمد خیلی سریع گوشی برداشت. گفتم محمد جان. گفت بله. گفتم فدات بشم پسرم، من در مقابل گلدسته ها و حرم زری مقدس حضرت ابوالفضل عباس باب الهوایج هستم. بابا هر خواسته داریم بگو، هر نیت داری بکن. دیگه یک مقدار بغض گلوش گرفت و بعد گفت التماس دعا داریم از ما یادتون نره. گفتم که چشم شما هستین، قلبم شما هستین و من همه شما رو واقعا دختر و پسر اینا از خدا خواستم که خدا قسمت تو کنه با مجید آقا، مصطفی، فاطمه با خانواده شو، زهرا با خانواده شو، محمد با خانواده شو، واقعا قسمت بشم و از خدا خواستم که سال یک مرتبه از خود آقای امام حسین و حضرت ابوالفضل و حضرت امیر خواستم که سال یک مرتبه قسمت کنم بیام از نزدیک قبر مطهر باب الهوایج موسی بن جعفر، امام جواد، همه امامان در خاک عراق زیارت کنیم. و اینجا یک موضوع بود که یادم رفته بود، در کوفه در نجف که ما بودیم، بعد همون روز رفتیم کوفه. به کوفه که رفتیم مسجد کوفه، خانه حضرت علی رفتیم، مسجد کوفه رفتیم که دار تا دورش اعمالهایی هست، محراب حضرت کوفه رفتیم. بعد اعمال که تموم میشه باید بری به زیارت حضرت مسلم نقی و هانی بن عروه، 2 رکعت نماز بخوانی و زیارت کنی و بعد اونجا زیارت در مسجد کوفه کامل میشه. بعد از اونجا رفتیم به مسجد سهله، جایگاه مسجد امام صادق و جایگاه حضرت خضر نبی، 2 رکعت نماز خوندیم و در 4 جا این راهنمایی که در اونجا بود 4 جا ما رو نشوند و روزه خوند و به عربی صحبت میکرد و دعا و راز و نیازهایی میکرد و حدیثهایی میگفت و بعد گفت آخرش مرکز مثل آرامگاه حضرت خضر نبی بود که 2 رکعت نماز گفت بخوانید، خوندیم و اونجا دیگه پایان یافت و آمدیم و بعد قبرستان وادی السلام هم رفتیم، جاتون خالی، زیارتگاه و آرامگاه حضرت هود پیغمبر، صالح پیغمبر، شعیب پیغمبر، سلمان فارسی در قبرستان وادی السلام است، اونجا رفتیم. بعد خدمتتون عرض کنم دیگه آمدیم و این روز دیگه راهی کربلای معلا شدیم. کربلای معلا هم که شب آخر دیگه تا صبح، من از ساعت 9 که وارد حرم حضرت ابوالفضل عباس شدم، جاتون خالی تا ساعت 2 بعد نیم شب در حرم ابوالفضل بودم. اصلا دلم کنده نمیشد از حرم ابوالفضل. یکی از برادران دوستان طلبه کاشمری بود، با هم نشسته بودیم، گفتم من که حیفم میاد بشینم، میخوام نماز بخونم. دیگه رفت رسید یک کلری که باد میوزید، باد بهشتی و سن حیات هم داشت. در داخل حرم ما چند رکعت نماز قضا خوندیم و بعد زیارت کردیم، با خدای خودمون بیتوته کردیم و از خدا خواستیم که به حق ابوالفضل و امام حسین و علی بن ابی طالب و موسی بن جعفر و امام جواد و همه شهدای کربلا سال یک بار قسمت کنه و از نزدیک بیام از هدف. دیگه ساعت 2:30 بود که من حرکت کردم و آمدم حرم امام حسین. حرم امام حسین در حدود نماز شب، 10 رکعت نماز شب 2 رکعتی که خوندم، دیگه زمزمه اذان صبح می آمد. دیگه سریع آمدم بیرون، چون نماز جماعت در سنسرای حضرت امام حسین هست. از حرم که بیرون حرم امام حسین چند پله میخورم میاد پایین
بعد بیرون یک سنی است که جدیداً 2 سال است، خدا حفظ کنه، آقای دکتر حمیدی نژاد که واقعا کمک سرشاری از ایران شده به عراق. سقف اون سالن دارن میپوشن که سایمون باشه چون هوای عراق گرمه. بعد دور تا دورش یک دور کامل زدم ببینم که اوضاع در چه حال هست. دور زدم پشت زل شمالی مثلا پشت حرم آجر مساله اینا خیلی آورده بودن که سقف پشت اونجورم بزنم. یا یک دور به دور فلکه حضرت امام حسین زدم و خیلی مردم کربلا و مردم کوفه خیلی مردم بیوفایی هستن، فقط اهل شکم هستن. نه آبادی، اگر بگن یک نهالی در زمین کردن که بگن این نهال در زمین کردیم که یک فرد در سایش در آینده بشینه، خدای محمد نکنه. دیگه خدمتتون عرض کنم که وقت به پایان رسید، آمدیم با قرار که گذاشتیم بعد از نماز صبح بیام به بین الحرمین و از اونجا همه دست جمعی راه بیفتیم. دیگه آمدیم بین الحرمین و همه جمع که شدیم دیگه آمدیم ترمینال، در ترمینال نشستیم در ماشین، همون ماشینی که از مرز عراق کنترل ما بود تا آمدن و رفتن، یعنی از مرز تا مرز هر جا که مخواستیم بریم همین ماشین بود. دیگه خریدهای ناچیزی که بعضی ها کرده بودن، ما چند تا مور گرفته بودیم، تسبیح گرفته بودیم، بالاخره خریدهای زنانه کرده بودن، هر کس عدد توانش خرید کرده بود. دیگه آمدیم گاراژ و سوار بر ماشین شدن. وقتی ساعت گذاشتن ساعت 5:30 به وقت کربلا حرکت کردیم به طرف مرز شلمچه. ساعت درست 2 بعد از ظهر دیگه اون بر مرز بودیم دیگه، خیلی راحت و پاکیزه و بدون تلفات الحمدلله رب العالمین به سلامت رسیده به مرز ایران، مرز شلمچه. این نیم ساعتی نشستیم، نماز خوندیم، 1 ساعت گمانم نشستیم. بعد ماشین محمد امین ولوای ناظمی آمد، دیگه سوار شدیم و راهی ایران شد. دیگه غروب و شب بود که رسیدیم اهواز. بعد از اهواز گذشتیم دیگه همینجور می آمدیم پل دختر و شهرهای بروجرد و فلان بغداد. نماز صبح در لرستان خوندیم و صبحانه داخل ماشین باز حرکت کردیم، رفتیم در حدود بعد از ظهر بود که رسیدیم. خدمتتون عرض کنم از ظهر گذشته بود که رسیدیم به قم. بعد بنا داشتیم که ماشینمان قول شاه عبدالعظیم ما داده بود، ولی برای جمکران و قم یک مقدار 2000 تومان کرایه گرفت و ما رو برد به قم و مسجد جمکران. آقای سامانی گفت که مقصد جمکران است. دیگه کسی مخالفتی نکرد، یا ما فکری نمی‌کردیم که در حرم حضرت عبدالعظیم ببندن وقتی بیم. دیگه حرکت کردیم رفتیم به حرم حضرت مسجد جمکران، جا تو خالی نماز خوندیم، راز و نیاز کردیم اینا. بعد دیگه نهار پختن و آماده کردن، برنج و مرغ و اینا. دیگه غذا خوردیم و الحمدلله جمع کردن غذا رو، دیگه ظرف ظروفا شستن و باز حرکت کردیم. آمدیم که دم غروب رسیدیم به قم. دیگه ماشین آمد گاراژ و از گاراژ رفتیم با واحد سوار رفتیم حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دور میزدیم. خدا میدونه که چه بازسازی ها و آبادی ها شده در قم. خدا میدونه حرم چقدر توسعه دادن. ما که گم میشدیم واقعا، اگر ولمون میکردن نمیدونستم از کجا میم و کجا منیم. دیگه همینجور وارد میشدیم، داشتیم میامدیم، دیدیم سر یک کنجی بود جمعن، نگاه کردیم دیدیم عکس آیت الله بهجت بود رحمت الله علیه. دیگه فاتحه خوندیم و رفتیم زیارت خوندیم و نماز خوندیم و زیارت کردیم. اینا زیارت که کردیم اون وقت بود
آمدیم دیدیم که سمت چپ در کنج بسیار کنار دیوار قبر آیت الله خونساری بود، آیت الله عراقی بود، گلپایگانی بود، مشکینی بود، آیت الله بروجردی بود، فرزندش بود، آیت الله مطهری بود و آیت الله فاضل لنکرانی بود و میزانی مشکینی بود. اونجا را فاتح خوندیم، زیارت کردیم و دیگه نزدیک نماز مغرب عشا شد. دیگه نماز مغرب عشا خوندیم و زیارت کردیم و حرکت کردیم به طرف حضرت عبدالعظیم حسنی. وقتی وارد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی منطقه ری شدیم، بعد متاسفانه گفتن که امشب دارن قبارروبی می‌کنن و در حرم بسته است و حالا که از ساعت 11 شب قبارروبی میکنن و بعد هم موضوع تو شد. ما دیگه از فیض زیارت حضرت عبدالعظیم محروم شدیم. دیگه نشستیم، جام رو پهن کردیم، شام جات خالی مختصری خوردیم و اول ساعت 12 شب نماز خوندیم و ساعت 12 شب دیگه حرکت کردیم به طرف کاشمر. دیگه شب ساعت 12 که حرکت کردیم به کاشمر، ظهر رسیدیم به سبزوار و ساعت 5 بعد از ظهر هم رسیدیم ترمینال و ساعت 6 هم رسیدیم به خانه. این سفر 15 روزه بود که ما در کربلای معلا بودیم و بسیار بسیار رفیقای خوب، ماشین خوبی، همسفران خوبی واقعا داشتیم و واقعا خیلی لذت بردیم. اون چی که برای بنده حقیر واقعا عقده شده بود و واقعا فکر میکردم و همه جا که میگشتم در این فکر بودم، گفتم خدا کنه که تومار کربلا بسته نشه، خدا کنه که قیام امام حسین بسته نشه، باز باشه، خدا کنه که واقعا این تاریخ کربلا باز بشه و خدا ریشه آمریکا و صهیونیست را این سرزمین بکند که واقعا همه جا خراب کردن. مردمش دل شکسته هستن، مردمش واقعا گوه خور و بخواب هستن، امید ندارن. امیدشون فقط حرم امام حسین است، نجف است، کاظمین است و حرم ائمه اطهار هستن. من به کاظمین که رسیدم وقتی میرفتم به چند تا خانم بدحجاب خیلی بی‌حجاب بودن، واقعا قلبم گرفت که خجالت نمی‌کشید در مقابل حرم موسی جعفر و امام جواد اینطوری هستن. بعد که به کربلا آمدم و با یکی از طلبه‌ها مشورت کردم، در دلیل میکردم، گفتن نگران نباشید اونجا مسیحی زیاد داره. وقتی گفتن مسیحی زیاد داره دیگه برام قضیه حل شد، دیگه مشکلی در کار ندارم. مشکل بود ولی دیگه ناراحت زیاد نمیشدم دیگه. تا این بود که الحمدلله به خیر خوشی و سلامتی رفتیم و بعد الان حقیر که در خدمت شما هستم و مصاحبه میکنم و خاطراتم را مینویسم، 57 سال از عمر حقیر میگذرند که 30 سال درست کامل خدمت به نظام در کارهای مقدس، در شغلهای سیاسی، امنیتی و کارهای سیاسی، خدماتی گفتی 3 سال علاقه بودم و هستم. و برادر حقیرم آقا در 31 خرداد سال 81 به دست ابوالقاسم عبدالله به دست اشرار پلید کثیف، باند اغرب، باند کرکس، باند جندالله ریشیابی شده جلو باغ جلو زن و بچهش به شهادت رسیدن، بدنش را تیرباران کردن. بعد تا اینکه 4 سال گذشت، بعد از 4 سال خداوند متعال خواست اینها باندشون دستگیر شدن و الحمدلله خدا حفظ کنه. آقای رضا رادان رئیس کل پلیس تهران الان معاون جانشین فرمانده کل ناجا هست در تهران بزرگ. یک شب مصاحبه میکرد، میگو من قول بی مردم شریف با شرافت ایران میدم که اگه یه دونه اوباش و اراذل و اوباش
در تهران باشه اون یکیش هم زیاده، اون یکی رو ما از بین میبریم. و الان که در خدمت شما هستم، ایام فردا روز 14 خرداد است، روز سالگرد رحلت حضرت امام که 20مین سال رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران میگذرد و فردا 14 خرداد است، سالگرد رحلت امام. و پس فردا هم که سالگرد 15 خرداد سال 42 هست که امام فرمودن من 15 خرداد را برای همیشه اعضای عمومی اعلام میکنم. و ایام کاندیداتوری ریاست جمهوری و آزاد شدن تبلیغات است که کاندیداهایی که کاندید شدن در رأس آنها یک آیت الله مهدی کروبی و جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و جناب آقای دکتر محمد احمدی نژاد و آقای محسن رضایی فرمانده سپاه سابق و در تشخیص مسئله نظام سخنگوی تشخیص مسئله نظام و سه تا در کشور هست، چهارمیش نیست، یعنی ستاد آقای محسن رضایی نداره، فقط در ستادهایی که هست آقای مهندس موسوی هست که خیلی گرم است، آقای احمدی نژاد خیلی گرم است، کروبی هم درش بسته است، رسول درش بسته و رفتن مشهد. منظوریه که مردم هم که الحمدلله در صحنه هستن و روز شب میگذرد و من در خاتمه عرض کنم که دارای 6 فرزند هستم، 2 دختر 4 پسر که الحمدلله تا فوق دیپلم لیسانس یا تحصیلات شد سر گذاردن. محمد ما در اداره راهنمایی و رانندگی است، 8 سال هم در رتبه سیستان و بلوچستان بود. به خیر خوشی و سلامتی الان در راهنمایی و رانندگی کاشمل است. مجید ما هم که خدا انشاءالله نگهدارش باشه در ارومیه است، در دانشکده الکترونیک شیراز چند سال بود که خدمت شیرشون رسیدیم و در شیراز بود و الان در ارومیه است. مصطفی ممکن در دانشگاه شهید جایی تهران منطقه دویزان و خدمت ارز کنم که سنا نوربنیاد در دانشگاه است. همین روز جمعه چند جلوتر رفت، 2 روز قبل رفت و بخاطر که امتحاناش درساش شروع شد و مدت مرخصیش به پایان رسید و رفت در تهران. خدا انشاءالله نگهدار همشون باشد. دیگه زهرامون که الحمدلله 4 سال ازدواج کرده، خداوند یک سجادی بهشون داده که واقعا بسیار پسر ملوس ملیحه واقعا خوشگل سرپا سالمه که جز شکرش باقی هست و کار خیلی عالی است. ملیحه‌مون فاطمه الحمدلله در شمال شهر میشینن، در منطقه گلستان، میلان 13 و 15 و شوهرش هم رئیس دبیرستان راهنمایی شهید خوشمنزل روستای خودمون هست. الحمدلله کارشون هم خیلی خوب هستن و وضع و دختر پسرمون خیلی راضی هستن. بارها در سر نماز و نیایش‌هایی که با خداوند تبارک و تعالی میکنم میگم آی خدا فرزندانمان اولی که از کربلا آمدن، آی خدا قسمت کن یک بار دختر پسرمون خورد بزرگ همشون برن و کربلای مولا رو زیارت کنن، جعفر اشرف برن، کاظمین برن و همه ارتباط و حالیات در خاک عراق زیارت کنن و برگردن. و خودم هم آرزو دارم که از خدا خواستم از امام حسین و امام زمان و ابوالفضل عباس باب الحوائج و علی بن ابی طالب که سال یک مرتبه قسمت بشه از نزدیک بریم و زیارت کنیم و عرض ادب کنیم. و خدمتتون عرض کنم 2 دخترمون چند سال ازدواج کردن. فاطمه من 2 دختر داره، نفیسه و ملیحه. زهرام هم سجادی داره در خلیل آباد میشینه، شوهرش در برق هست. حسین آقا دادم که در آرش ممرش هست، رئیس مدرسه شهید خوشمنظر هست. و الحمدلله مدیرمون که در ارومیه هست، کارش کار نظامی هست. بعد
محمد مون که در کار ناجا است و در راهنمایی کاشمر است. مصطفی مون که دارد برای ارشد و فوق لیسانس انشاءالله میخوانه، سربازیش هم خدمت کرده در خاف کاشمر. و مای ما خدمتتون است کنم ابراهیممون که الان کلاس اول راهنمایی است. خیلی واقعا ذهنش، افکارش، چون با کامپیوتر کار میکنم، واقعا ذهنش خیلی واقعا شجاع و واقعا زنده و زنده است. و بنده حقیر این بست زیاد نمیگم. در پایان با مدت 65 سال 9 ماه برای 6 فرزندم که در مدارس بودن، 66مین سالی است که اولیا و مربیان مدارس بودن. ضمن که 4 سال مسئول اتحادیه بودم، تعاونی بودم، مدیر عامل شرکت بودم، مسئول کمیته توزیع بودم، مسئول سازمان تبلیغات اسلامی بودم. سمیناری که در سال 63 در کاشمر برگزار شد، استاددار پایی بود، توسعه قلوبی وزیر کشور بود. من رابط بین شخصیت ها بودم و بیت امام بودم. و 66 سالم خدمتنا عمر به خاطر این که واقعا خدمت به جامعه بشم، جمع آوری ضعفان اولیا و رئیس اولیا مربیان مدارس بودم. و طرح نظام جدید را من خودم نمایشی نوشتم به رهبر انقلاب، آمدم به تربت ایدیای دکتر نجفی بودوزگان و سید مرتضی و به لطف پروردگار طرح نظام جدید را من خودم پیاده کردم و خیلی آقای نساج میسوخت، میجوشید. گفت اگه این نظام جدید کسی باشه که پیاده کنه خیلی واقعا آموزش پرورش ما خوب میشه. من دیدم که خیلی ایشون اصرار میکنن اینا، نامش نوشتم. الحمدلله آمد سید مرتضی و تربت ایدریت و نظام جدید هم خدمتتون عرض کنم به دست حقیر کلان گسترده شد و الحمدلله استارتش بنده زدم. در رابطه پاکسازی های ادارات، خدمتتون بانک ها، زندان کاشمر، مبارزه با اشرار داخلی خارجی فلان بهمدان خیلی موفق بودم الحمدلله. و در رابطه با تعویض یک سری مسئولین ناباب و چندین نامه به امام مرحوم حاجی سید حمید آقا، آقای موسوی اردبیلی زمان رئیس دیوان عالی کشور بود و آیت الله ریشهری 3 نامه، مقام معظم رهبری استاندار خراسان آقای جنتی 2 نامه و هاشمی رفسنجانی و شخصیت های دیگه هم مهدی کروی زیانه که رئیس مجلس بود. بعد اهل قلم بودم و به جلال قسم در تمام مدتی که نوشتم نه کسی به من گفته که مثلا اینطوری بنویس، نه پاک نویس کردم، نه دور نویس کردم، نه بد نویس کردم و یک نامه ندارم که با عنایت پروردگاری خط خوردگی داخلی باشه. الحمدلله رب العالمین این گزارش 57 ساله‌ای بود که خدمتتون عرض کنم و الانم دارای 6 فرزند هستم. محمد من ازدواج کرده، ولی همان رفته دنبال بختش، زهرا من رفته دنبال بختش. انشاءالله امیدوارم با عنایت پروردگار مجید من از ارومیت بیاد تهران، اونم ازدواج کنن و خداوند متعال از خزانه غیبش خانم براش انشاءالله فراهم کنه. مصطفی منم که دانشگاه هست، امیدوارم از خداوند از خزانه غیبش، امکانات تحصیلاتش، خانمش، منزلش فراهم بشه. ما یک ابراهیمی و عیالمون الحمدلله انشاءالله امیدوارم که 57 سال عمر از خدا گرفتیم و خیلی با شرافت و الحمدلله رب العالمین چند سال دیگر هم که زنده هستیم کنار هم باشیم، مهمون باشیم و الحمدلله رب العالمین با پیگیری 3 سال 4 سال شب روز دویدم. الحمدلله قاتل برادرم هم دستگیر شد و الحمدلله منتظر جناب دار عدالت و در منتظر حکم اعدامش هم به
بنده حقیق دادن یک نامه با اطلاع شاربی نوشتم جلوش آمده و حقیق تقدیم کردم و خلاصش عمر همه طور میگذره، هر جور باشی میگذرد، ولی بهترین عمری است که خدمت به مردم و جامعه انسان میکنه. میگه شب سحور گذشت و لب طلوع گذشت، ولی یک قطع شعر میگم از مرحوم دکتر شریعتی، میگه بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی، در سینه های مردم عارف بزار ماست. و یک توصیه دیگر میکنم به نسل جوان که هرچی میتونن مطالعه کنن، مطالعه خوب، کتاب خوب. حضرت علی علیه السلام فرمود که علم بیاموز ولی برو به چین. بهترین دوست انسان کتاب خوب است. اگر بیش از این مزاحم نمیشم و وقت شریفتون نمیگیرم، اون چه گفتنی گفتم و خدمت مختصر از زندگی نامم، واقعا زندگی نامه محقرم، اون چه که در فرازنشین‌های تحشیرین زندگی دیدم بیان کردم. انشاءالله امیدوارم یادگاری بماند و فرزندانم این نگه بدارن و بعد موجود در صورت که پخشش کنن پیش فامیل ها، پیش خودمان، بچه هامون بذارن تا گوش کنن که همچین پدر زرکشیده تاریخی دارن. و الحمدلله نمیتونم خدا رو شکر کنم و الحمدلله از پس شکر نعمت خدا برایم. و الان حدود 2000 کتاب الحمدلله جمع‌آوری کردم و بعد در حدود 20 کارتون هست که مطبوعاتی را به دقت من مطالعه کردم و اون چیزی بخواهم در رابطه با روانشناسی، جامعه شناسی، طب، تاریخ فلان علمش در سینه من محفوظ است که علی بن ابی طالب روز علیه السلام فرمود با کمیل رفتن بیرون شهر کوفه، حضرت یک آهی کشید و فرمود علی جان این آهی که کشیدی جگرم سوخت، این چه بود؟ یک آهی کشید و فرمود کمیل بزرگ و آگاه باش که خدا میداند که در این سینه من چه علم و دانشی هست. خدا میداند که یک نفر محرم نمیتوانه پیدا کنم که مقداری از این علم و دانش ما به اون سرازیر کنم. بعد یک قطع شعری هست میخواند در آخر وقت، بعد این یادگاری بماند در رابطه با مظلومیت علی و مظلومیت قرآن. وقتی که دین در شور زار جهل افتاد، قرآن به دست مردم نااهل افتاد، تزویر و قدرت پاسدار زور گردید، دشمن به دست جاهلان منصور گردید. اهل سقیف خدا و نیرنگ کردن، بر ضد قرآن و عدالت جنگ کردن. طوفان و فتنه هر زمان آشوب میکرد، عادلترین مخلوق را منکوب میکرد. جنگ جمل را ناکسین آغاز کردند، راه خیانت بر علی را باز کردند. بی یار و بی یاور علی مرتضی شد، کشتی دین مصطفی بی ناخدا شد. حق علی را در خلافت غصب کردند، نابخردان را بر حکومت نصب کردند. ترویج و بدعت تفرقه آغاز گردید، با زور و بدعت بر علی تعمیل کردند. از جاهلی چون اشعری تحمیل کردند. قرآن بر روی نیزه ها فریاد میزد،
از غربت خط ولایت داده می کرد. قرآن ناطق را چرا تکفیر کردید؟ ای کوفیان در حق او تقصیر کردید. ای بی مروت مردم بی استقامت، ای ناجوان مردان عاری از شهامت، ای کوفیان مردانگی عهد و وفا رفت. من با که گویم رنج‌های بی‌نهایت؟ اون بیعت مردانگی عهد و وفا رفت. از شیوه های رهبران بیرایت حرف دلم را بعد از این با چا گویم؟ با قصه و با حسرت و با آه گویم. اندوه میزد بر دل مولا شراره، از قصه میشد قلب آتش پاره پاره. شمشیر بر فرق علی تعظیم میکرد، خون خدا جان علی تعظیم میکرد. امروز هم اون نانجیبان بازگشتند، با دشمنان با غریبان دمساز گشتند. حزب ضعیف ناتوان از بیم مرده، فرسودگان مرده حزب سیاسی. نامحرمان دین و قرآن، دین و قرآن و سیاسی و قانون اساسی، بیگانه با اهداف شورای نگهبان، مرعوب دشمن پیروان ضد قرآن. کشور فروشان مرفه سر سپرده، ایثارهای شاهدان از یاد برده. ناباوران نجبهای عشق و ایثار، تهمت زنان بیوفای جنگ و پیکار. از دشمن ایران زمین تجلیل تا کی؟ قلب جنایت پیشه را تحمیل تا کی؟ کی پیش دشمن می کند کرنش ولایت؟ ژرفا ندارد ذره‌ای سازش ولایت. ما پیروان رهبر آزاد مردیم، مرد جهاد و جبهه و اهل نبردیم. گوینده علیاصغر غلامی کستینه. من شعرهای زیادی نوشتم، یادداشت کردم در خاطراتم و خدا انشاءالله ما را زنده بدارد که خدمت به خلق الله و بندگان مخلص خدا و بندگان خوب خدا انشاءالله انجام وظیفه کنیم. و چند روزی که در دنیا هستیم هیچ چیز بالاتر از خدمت به مردم و خدمت به مادرش، پدرش، قومش، خویشش بالاتر نیست و در اجتماع باشیم، راز و نیاز کنیم. و بنده که الان عمرم 57 سال می‌گذرد، واقعا خیلی راضی هستم از فرزندانم، از دختر پسرم که خداوند انشاءالله اینا را زنده بدارد، موفق بدارد و جمیع بلیات حفظ کند. من واقعا خیلی شرمنده محبت‌های فرزندانم هستم، گرچه میگن جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. ولی مرحوم دکتر شریعتی رحمت الله علیه می‌فرماید پس از مرگم نمیدانم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزگر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خون گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودک گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد، به دینسان بشکند
در من سکوت مرگبارم را. کاش می آورد مستی هر حرامی چون شراب، اون زمان معلوم می شد در جهان هوشیار کیست. اهل ثروت نشود هر که نشد اهل فساد، تا که دندان نخورد کین طلایی نشود. چشم کم نور است بار عینک می کشد بینی، ز بینی باید آموزی ره همسایه‌داری را. ببینید امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید اگر می‌خواهی مسلمان باشی باید همسایه خوب باشی. یا اینکه پیامبر عظیم الشأن می‌فرماید چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. و بعد یا شاعر گفته که از دور عکس روی تو دیدن چه فایده، گل دیدن و به کام چیدن چه فایده، خطی به روی آب کشیدن چه فایده، بر چشم کور سرم کشیدن چه فایده. آهو به دشت می رود و صیعه می زند، صیاد بی وقوف دویدن چه فایده. حضرت علی علیه السلام می فرماید که امام باقر می فرماید حضرت علی علیه السلام 4 سال و 9 ماه بر مردم خلافت کرد، ولی در این 4 سال و 9 ماه آجری روی آجری نگذاشت و گلی برای خودش ذخیره نکرد. اوقاتی برای حضرت پیش می آمد که 3 درهم نداشت که علی به اون عظمت یک پیراهنی برای خودش تهیه کنند. دیگه بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. بعد از اگر پند خردمندان این عالم به جان و دل نیاموزی، جهان و پند با تلخی بیاموزد چرا روزی. خدا رحمت کند امام عظیم الشأنمون که فردا سال روز رحلتش هست، پس فردا سال روز شهدای 15 خرداد سال 42 هست، شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی. مخصوصا برادر عزیزم آلقلمزا که فرقش مثل اربابش علی شکافتن، مثل امام حسن مجتبی 7 گلوله به بدنش تیر بارون کردن، تیر به چشمش زدن، به صورتش زدن، به گلویش زدن و به فیض شهادت رسید. و همونطور که علی فرمود فزت برب الکعبه، به خدای کعبه راحت شدن، برادر منم راحت شد. همونطور که خداوند در قرآن فرموده ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. کسانی که در راه خدا کشته میشوند اینا زنده هستند، مرده نیستند، ولی ما درکش نداریم. روزی میخورند و زنده هستند، شاهد هستند. امیدوارم که روی پدر عزیزم از ما شاد باشد، خدا رحمتش کند. امیدوارم که روی برادر عزیزم همه گذشتگانمون از ما شاد باشد و ما را از دعای خیر فراموش نکنند. آری دنیا خوبش هم میگذرد، بدش هم میگذرد و چه خوشا و سعادت اونهایی که در راه خدا، در راه بندگان خدا خدمت به خلق الله قدم بردارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب 1388 هجری شمسی. حالا چند تا سوال بابا از شما می‌پرسم، خیلی کوتاه جواب بده. باشه. کوتاه فقط باشه، این تاکید کوتاه باشه. در خدمت شماست. شیرین ترین خاطره زندگی شما، یک خاطره بهم بگه شیرین ترین خاطره زندگی شما چی بود؟ شیرین ترین خاطره زندگی ما وقتی که بهترین شیرین ترین خاطره زندگیم خدمتتون وقت اول بود که ازدواج کردم. و الحمدلله از ازدواج من راضی هستم. همسرم هم خیلی با